در خرید و فروش بعضی ها مواد سابق میخره باز میمانه احتکار میکنه قیمت میفروشه. این فایده گرفتن هم انصاف و کاره. 30% فایده بگی 50% فایده بگی کل مشکلات چیزهای ضروریات تا پورا کرده. حتی بعضی ها 100% 200% 300% فایده میگیره. خود ظلم است. یک کسی نمیفهمه بیچاره از کجا میاد ظلم میکنه سرش. دکترها رو ببینی یک کسی یک مریض میاد هیچ برای معاینات زیاد ضرورت نداره، فقط یک تابلت برش بده، معاینات التراساوند برش میته، معاینات لابراتوار برش میته، 2000 شد معاینات میگیره. والله حرام است، ظلم است، تجاوز است. بعد از اون میاد خب کل چیزایی که چی کردیم ماشاءالله جور بدیم چه پیسه‌ش گرفتنی این حال پور اینی دوا را که بسر کو جوشه 1000 تومان برش دوا نشته میکنه. حرام است، ظلم است، ناجایز. الله که محاسبه میکنه. او دکتر ظالم نکوید که دواخانه والا حساب همین قسم دست فروش و کچالو فروش و تمام این مردم ها را من میگم کل ازی تجاوز و ظلم. این قدری که دکترها امروز ظلم میکنه هیچ کس ظلم نمیکنه. مردم بیچاره چیز نداره پیسه را قرض گرفته میاد معاینات برش داده رئیس، دوارم برش داده رئیس، باز میگه نمیشه معاینات تا بکنی، دوارم فقط غیر تا دواخانه خودش دیگه جای پیدام نمیشه، میگه دیگه جای میری نمیشه. در ارتباط عدالت آخری حدیث براتون میگم که ان المقسطین عند الله علی منابر من نور، کسایی که عدالت میکنن الله میگه با منبرای نور میباشد. منبرها در جنت از نور است، یعنی یک درجه خاص است. عن یمین الرحمن، در طرف راست رحمان است. و کلتا یدیه یمین، هر دو دستای الله یمین است. الله دو دست داره. کیستن اینا؟ میگه الذین یعدلون فی حکمهم، کسایی که در حکمشان عدالت میکنن، و اهلیهم، و در خانوادهشان عدالت میکنن، و ما ولوا، آنچه که برشان سپاریده میشه. این حدیث امام مسلم شماره حدیث 1827. یعنی اگر ما میخواهیم که در منبرای نور باشیم، در زیر سایه عرش الله باشیم، الله ما را در منازل بلند جنت جای بده، باید عدالت کنیم. از هر نوع ظلم، تجاوز، بی انصافی، بی عدالتی دور شویم. از جمله ظلم برادرای یک مسلمان ناحق کشتن است. امروز قتل و قتال ناحق هم شروع شده. هر کس کشته برو در هر جای بی پرسان و بی هیچ نواده. کشتن مسلمان لذت گرفتن یام بسیار ظلم کلان است. الله در قرآن میگه که و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، کسی که یک مسلمان قصدا به ناحق میکشه جزای از این سزای از این آتش جهنم است. یک آتش میره، دوم خالدن فیها، همیشه در جهنم میماند. سوم و غضب الله علیه، غضب الله به بالای قاتل ظالم است. و لعنه، چهارم لعنت الله به بالای. پنجم و عد له عذابا عظیما، الله عذاب بزرگ بر از آماده کرده است. قتل ناحق دوستا اجتناب بکنیم. مسلمان‌ها را، بیگناه‌ها را خوب میفهمه که اینمی بیگناه است، مسلمان است، ناحق است، میره میکشه و با او افتخار هم میکنه، اعلان هم میکنه هر روز قدر کشتیم، قدر از بین بردیم. این بسیار جنایت کلان است. از این که بعد از کفر و شرک حتی در بعضی احادیث میگه که توبه از این قبول نمیشه. و اگر حلال بدانه یک مسلمان ناحق میکشه یعنی ایمان خود دست میده. و پیامبر میگه عسى الله، امید است که ایتوب الله علی المؤمنین، الله رجوع کنه با مؤمنین یا ببخشد یک مؤمن، الا مگر دو نفر، یکی من یموت کافرا، کسی کافر میمره یا مشرک. دوم الذی یقتل الرجل المؤمن متعمدا، کسی که یک مسلمان قصدا ناحق میکشه. این میگه الله هیچ نمیبخشه، این را حتمی جزا میده. دیگه از هر نوع ظلم دوستا اجتناب کنیم. الله